سلام علیکم، من فرشاد جعفری هستم. خیلی از برنامه شما لذت میبرم وقتی که میبینم. واقعا ما را از گمراهی نجات دادید، از بیراحتی نجات دادید. خیلی ممنون آقای انصاری، خیلی دوست دارم. خدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و عرض و ادب خدمت تمام برادران عزیز شبکه جهانی وصال حق. بنده احمد عزیز افغان از تورنتو از کانادا زنگ زدیم. همیشه برنامه‌های شما را از طریق یوتیوب میبینم، مگر متاسفانه نمیتونم لایو ببینم به خاطر که مصروفیت کار و بزنس است. دیگه انشاءالله خداوند پاک برای شما اجر بدهد. همیشه برنامه‌های شما را میبینم، خداوند برای شما عزت نصیب کند. دیگه فقط میخواستم لایو با شما صحبت کنم، نمیدانم اونجا از شما ساعت ساعت صبح شاید باشه. فقط از خداوند جل جلاله برای شما ما فقط میخوام و خدا کند که همه ما اقلیم الصراط المستقیم هدایت شویم، خداوند همه را هدایت بدهد. فقط سلام های گرم ما را برای تمام برادران ما که در برنامه های شما باعث علما مفسرین اشتراک میکند، سلام های ما را برسانید و آقای انصاری و تمام ایشان. خدا کند که وقت شما را زیاد نگیرم. ما برنامه های شما را و جوان های دیگه اینجا در کالج ها، در یونیورسیتی های تورنتو همیشه میبینن و خداوند پاک شما را عزت بدهد. و انشاءالله اگر وقت شد یا کدام وقت مناسب شد در برنامه های لایف دار انشاءالله که امیدوارم زنگ بزنیم و لایف با شما صحبت کنیم. خداحافظ شما و سلام علیکم.